جگره که من اینجا دایی اصلی من جگری من امروز بیا تو بغلی من اتو وچه تا گسل کردم رفت اتو وچه رفت جانی من ایریم داشتی نکن و 40 روزه باید میموندن دخترشون خبر میگرفتن تمام گسلشون کردم بعد تاکسی داشتیم میاندم برایشون کردم رفتن نگاه من نگفته ما میرفتم کیه؟ سنت بود من دین زنگدم گومو پگاه کردم جانی من اصلی من خیلی دست خونه رو جمع میکنی ها حالی نه جیگر جان تاری دیوان بیام دوست دوست مراد کی در این وقت فیروت کردیست های؟ تو دست خونه رو جمع کی باشه؟ دوست مراد سگ ندارم نه دوست مراد بچه کی زده اودی؟ بچه کی زده اودی؟ ایش خیلیش که اوتاش نبود تاری خفا میشه هیچ نمیشه اوتی را هم بشنو دوست مراد اوتی ای بچه تو درمی خونه با میشینی تو دیگه بیره نمیگه بچه السلام علیکم سادی جان کامی جان سلام فخر جان نمیرین ای بچه خیلی با چیلت برو اومد آخی با تیا بیره نمی برو یا همسین فرا سراغ نمیکنی زن گرفتی ای آدمگاری برو اومدی همه آدمو زن میکنی از 2 روز میستن تو 20 روز 15 روز میگردی بیا بدون انگل میمونه نه من دیش که کار ندارم ختم نداره که ای خیا که همین یا چی را نگفتی ما را نفهموندی نه زنگ میزنید گنده یا بیرون میبروی بپرسیم تا این نشید مجبوریم خونه تو اومدیم چرا تو مرا همیشه بگو که شبت خوبه یا روزت خیلی روز میگم شبت خوبه یا روزت ولی بعد اینم زنگیری تو مرا شب و روزم یگای آخی مرا میدونی که من شب و روزم یگای ای خدا سود باشه شب و روز ما هم میگیم که شب و روز یک نه چی یگای مرا شب و روزم یگای پروستا 15 روز زندگی مرا نم خیلی چات کم مگذره گفتی روزا نیشتک مگذره نه 15 روز زندگیم بزه برای چی؟ او خیلی میدونید که ما کار کنی راغونم اتخو نداری؟ مدتو خود موقعی میمونم نلکو ام سلام جان مبارک قطارک کم هم میریم که اول بینک شبته با روبینک چه گم دست روبینک میدونی خدا که هست رو بیزه که ما تلیفون روبینک الو دادا جان پاک دست بیان دادا جان مادا چکلات بیان نه باشم کو نه ایتا سلیما بتخشرو بچه ما کلان میشه پهلوان میشه بچه ما کلان میشه فوتبالیست میشه بچه ما کلان میشه بچه زور میشه آفرین زنک جان خدا رو شکرونه که مادر شدی مادر رحمت مردک جان ولی انشالله یگا روز ختم پدر میشی نام چی بود؟ شامرود من اینجا نام تا قید کردم موندم همون قاضه که دادمون گرفتی؟ آنم را میبری یک لطه سفیدک ده میدولان خشو سوزان نرسه بو آب خود نرسه بعد هم طرف دستی چپای راستی که هم گردنه کشالش میکنی مایلا همون چیزای پارێزی گفتم که دونگی هم خیلی چیو را روغنی هم خیلی 3 روز پارێز کرد بعد بو بیو سله دوشی السلام علیکم اکای تفیق جون نازه سوزه کارو تو نازه شکر زندگی خوبه میشه باور که همین تمام ویجو رو گشتیم همین بچه ها مزهش گرفتگی دوباشه نیافتیم بعد در رکلامای تلویزیون دیدیم بین دورو دا پاردیفین و همین خیل چیو دا نمروی تلفنتون آدرس های خانتون موندگی بود رکلام دا خیافتین خوش اومدی رحمت خدا این بیموره ها؟ بیمار این چی بیماریش مو چی بیماری داره؟ این همین شوا خمیره علوی بسیار گاو میزنن علوی بسیار گاو میزنن قرار نمیسته تو میخریسی اوس خوی یعنی باور که بزه با خیلی
علوی گپ میزنه هرچی گپ زدن از جاش میپره میخیزه یا که وغاز کرده دو زده یا که همه خیلی آروم نه همین میپاره میخیزه با وعظ کرده میخیزم این ترسیدگی دوره و یکی از من یک چی مینویسم با این از هو درختای بسیار تباباتی ایده درختای تباباتی ریشوی هم رو ما جوشاندگیم هر بیماری که میآید همه را استفاده میبرد برای ما را رکلام میکنیم که بیاین انا را استفاده میبرد پیش همین خوبش همین دقت میخرم دقت میخرم از این نویسندگی ما یا در دست راستش یا در دست چپش میبندم که در گردنش کشول میکنم بعد توقعش نمیمونید توقعش نمیمونید توقع خوب نره که یک بار ضرور سه روز پرهیز ای دونگی انا روغنی تخم هم خیلی چیزای ممکن نیست پرهیزیده هم خیلی چیزای وزبیله نمیخرد خب نام چیه؟ خرسان این نامش زور بوده خرسان در زیق نمونید این باید همه خرسان بگردن شما پدرش میشه نه؟ بله بله نامی شما چیه؟ سعدی بسیار نامی زور نامی بزرگ چه عضو بدرد آورد روزگار دیگر عضوها رو نماند قرار شما یوانید؟ هم لحجه گبزن تو قرار گفتی برای همون زنده باشه انا نویسندگی مرا یا در دست چپ یا در دست راستش میبنده یا که کشول میکنه فهمیدید؟ بعد همون پرهیزی گفتگی ما استعمال کنه چند روز پس بیاییم ما 3 روز پس 3 روز پس ای دودزنی هم میمونه انشالله ای پراپر ای جست خیلی نیم سکن سهر عبید بگم او همین وقتی خون میره کو پیش خون میره استعمال کنه خور آوا کدوم وقتی خون میره همون وقت رحمت مایلش شما سلامت باشید باید چه هم دنبور آمده بعد حقی کارتون چند سو میشه اگه حقی کارمون اولی امیره برده استعمال کنم و بیمار بعد 3 روز پس بعد گم میزنم حقی کاره بعد 3 روز پس 3 روز پس رحمت بخیتون چیز همت کنیم رحمت خب رحمت سلام دوشی تموم اکو پرهیزی تموم خوب شفا یافتی سلامت باشی خوش اومدی همین طبیب کجا شی؟ همین طبیب همین طبیب کجا شی؟ طبیب مایه مکا شما طبیب یک پوش جمعته تو خیلی من در سر چی گپا تینجه خدا می اون نیستی ما یوانی موجه بشین گپای بیا کو بیا تینجه بیا ها که تینجه چی گپای باور که اکی طبیب جان او خیلی دارو بود او خیلی پرهیز بود یا بار که بتر شی بچه ما اول علایی میخوام هرچی میگو بعد استعمال داروهای شما همین خوب میخواه دو زود وعاز کرده که همه میدوا همین قطعی اویلا مردیم در عیده مشاهده داره کجایی میدوا ما مایدیم همین میدویم هرچی ما در سکس زندگی نمیکردیم یکی باشم همین بالا خچه میپرتو او نغز دو اوخی او همون تبابت انمو خیلی تبابت میشوه با همون دویدن پریدن جاهیدن همه برای تراش میگریزه او چی قدر که او بیمارش ما بچه خیلی میدوه شما منم خیلی عیدمش خیلی هنگا بدوین او سلامتی ده خوبه دویدن ما دویدن اوسه ما نفهمیدیم شما طبیب خلقین یا که معلم فیزکولتوره چی؟ ای منو گوش کنین این روز درسی ورزش فهمیده نه ورزش چی با شما فرمای ورزشی نمیپوشین من روز که به خانه اومدم این شب جگه دادم بخش شما چی با من خونه برم در کجا میگردی نخشی تو چی من به خانه کپکتا سرت بمونه سطح شد دوست کپکتا برا گوش کنین همین از من ای پیش میسم چی حرکتی میکنم ای قبول من همو حرکت رو میکنه میپورد تو را که شکم تو خراب شوا شکم خراب شوا میپورد تو من تمام گپی مرا میکنه فهم یک کاری ما رفتیم حال بسه ما اول حرکت بعد شما فهمیدین اول یک دو دیده سنا با ایسه دیده سنا خیلی بعد رفتیم یک دو سه چهار یک هوپ پایده بوم بدوی بوم مرسی راگی ما مرسی
anam xeyr. Neden? Kes davin. Anam xeyr, anam xeyr. Kır Rabbim adısın, kır. Lan kır bulayım. Anam xeyr. Boy taytı. Ki? İlami. Ki ayu? Ay.